سلام، امروز قراره چند تا از محصولات خفنی که یکی بخر و چند تا ببر رو معرفی کنم. ولی قبلش شما این رژ لبای مایع مات که رو لب پوسته پوسته نمیشن و چند میخرین؟ تو کامنت ها حتما بهم بگین. بریم سراغ محصولا. عاشقان رژ لبای مات و مخملی کجایین که خاص‌ترینش رو براتون آوردم که با پول 2 تا رژ لب 6 تا رژ لب مخملی و خوشگل داری که رنگاش خوراک فصل پاییزه، رنگای نود و جوندار داره، اونم توی 2 تا کد A و B. بعدی یه پک خفن رژ لبه که از رژ لبای مات و شاین و رنگای نود و رنگای جوندارتر و مجلسی تشکیل شده. با این پالت تو دیگه از رژ لبای دیگه بی‌نیازی، چون 12 تا رنگ خیلی خوشگل داره. رنگای نودش مناسب استفاده روزانه برای کسایی که سر کار میرن و دانشگاه میرن خیلی جوابه. 2 تا رنگ شاین و چند تا رنگ مجلسی و خوشگل هم داره. محصول بعدی یه پالت سایه همه کاره است که میتونی میکاپاتو خیلی راحت باش کامل کنی. رنگاش ترکیب رنگای مات و شاین و رنگای گرمه که خوراک اینه که توی پاییز یه میکاپ لاکچری باهاش بزنی. این پالت تو 2 تا مدل فانتزی و قشنگ هم برات موجوده. هر 2 تا پالت هم توشون سایه دارن، هم رژ گونه، هم رژ لب، هم سایه ابرو، هم هایلایتر، یه آینه خوشگل که بتونی باهاش آرایشتو انجام بدی و 2 تا براش کوچولو. این پالت سایه ها تو 2 تا مدل فانتزی و خوشگل موجوده. راستی تا آخر ویدیو همراهمون باش که یه سورپرایز خیلی خوب براتون دارم. میکاپ که بدون براش نمیشه. اینم یه مینی براش خیلی جمع و جور و خوشگل و کیوت که میتونی همه جا با خودت ببری، از بس که جمع و جور و سبکه. یه براش بزرگ و نرم داره، هم مناسب اینه که باهاش رژگونه بزنی، هم کرم پودرتون رو پخش کنید. 3 تا مینی براش کوچولو داره که مناسب برای سایه زدن و فید کردنشه. رنگ بندی و کیفیت این مینی براشا رو تو ریلزای قبلی براتون گذاشتم، میتونید برید ببینید. محصول بعدی واسه اون خانم خوشگلاییه که زیر چشمشون تیره شده و دوست دارن تیرگی چشمشون رو کاور کنن. کانسیلر طرح تارت توی 2 تا کد 1 و 2. کد 1 مناسب پوستای روشن و کد 2 مناسب پوستای گندمیه. این کانسیلر علاوه بر قیمت و کیفیت خوبی که داره، روی درش یه مینی پد داره که میتونی باهاش کانسیلرتو پخش کنی. و آخرین محصول که هم جمع و جوره، هم کاربردی، هم فانتزی، این براشای مینی آینه دار که 2 تا براش بزرگ داره و 3 تا براش کوچولو و یه جعبه پلاستیکی واسه این که براشاتون خراب نشه. براش سری نرمی داره و اصلا ریزش نداره و باعث حساسیت پوستیتون نمیشه. و در آخر بگم که تست رنگ رژ لبا و کاور کانسیلر رو توی ریلزای بعدی براتون میذارم، پس حتما ما رو سابسکرایب کنید تا بتونید ویدیوهای بعدیمون هم ببینید. و در آخر بگم که کسایی که چنل یوتیوب ما و پیج اینستامون رو که آدرسش رو توی کپشن براتون میذارم و فالو کنید و توی دایرکت بهم بگید، بهتون یه دونه از این پالتای گلیتر خوشگل و جذاب قدردانی و تشکر براتون هدیه میفرستم. یادتون نره ما رو فالو کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو هم بفرستید واسه عاشقان لوازم آرایش. دوستتون دارم. خدافظ.